ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی به پیامبران خود کتاب‌های نازل کرد که در آن رهنما، برهان و حجت و عدالت است برای بندگانش. بسم الله. و نؤمن بأن الله تعالی انزل على رسوله کتبا. ایمان داریم که الله سبحانه و تعالی بر پیامبران خود کتاب‌های نازل کرد. حجتا علی العالمین، حجت بر تمام عالمیان، و محجتا للعاملین، و رهنما از برای عمل کنندگان. یعلمونهم بها الحکمت و یزکونهم، که بر آنها حکمت را تعلیم می دهد و بر آنها تزکیه می دهد. همچنین ایمان می آوریم به هر آن کتاب هایی که بر پیامبران، بر رسولان فرستانده شد، چگونه که الله می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب. همانا ما پیامبران را با دلیل‌های روشن و آشکار فرستاندیم و با آنها کتاب‌ها و احکام شریعتشان تا مردم بین یکدیگر با عدالت عمل کنند. و نیز می‌فرماید كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. مردم یک امت بودند و ایمان به پروردگار قادر و توانا داشتند. بعد از آن در دینشان اختلاف پیدا کردند. پس الله پیامبرانی خوش خبر دهنده و ترساننده را فرستاند و کسی که الله را اطاعت کند داخل بهشت شود و کسی که الله را نافرمانی کرد و کافر شد او را نافرمان برداری کند داخل دوزخش گرداند. و الله بر پیامبران کتاب‌های برحق نازل کرد تا آن کتاب در بین آنان در آنچه مردم اختلاف دارند میانشان حکم فرما و حکم روا باشد. از این آیه های کریمه برمی آید که تمام رسولان، یعنی از برای تمام رسولان کتاب های نازل کرده شد و در برگیرنده آن است که از برای هر یک نبی کتاب فرستانده شده باشد. ایمان می آوریم به اینکه از برای هر یک رسول کتاب نازل شد که شاهد این را از این دلایل بیان کردیم. از برای هر یک رسول کتاب نازل گردید و از برای هر یک رسول امت خاص است که نازل گردید این کتاب برای امت خاصش با شریعت های خاصه، چون که الله می فرماید ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. و برای هر گروه از شما شریعت و رویش نهادیم. و قول مؤلف حجتا علی العالمین، حجت است برای تمام عالمیان، و محجتا للعاملین، و یک راه رویش، طریق است از برای کسانی که عمل کننده هستند. این کتاب ها هم حجت هستند هم راه و رویش نشان دهنده هستند. حجت هستند یعنی بیان کننده حقیقت بر بندگان است که بر کسی دیگر عذر دیده نمی شود. محجه هست، طریق راه و رویش درست است که بر این عمل کنندگان این راه را پیگیری می کنند. یعلمونهم بها الحکمت، که به واسطه این کتاب ها بر مردم حکمت را می آموزانند. یکی از بزرگترین احکام و حکمت این عبادت کردن الله سبحانه و تعالی است و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندادن. چون اگر تو ای بنده پروردگارت را لایق شایسته عبادت شمردی و او را عبادت کردی و بر او کسی چیزی را شریک قرار ندادی، تو این حق را در جای خود قرار دادی، گذاشتی
همین است که حکمت این گذاشتن چیز در موضع خودش می باشد. ایمان می آوریم به اینکه الله سبحانه و تعالی از برای هر یک پیامبر کتاب نازل کرده، چون که الله فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. بعد درسته که ما از برای پیامبران کتاب های نازل کردیم، یعنی پیامبران رو فرستاندیم برای بیان کردن حق و بر آنها کتاب ها نازل کردیم و ترازی میزان عدل تا که بین مردم با عدل بیانگر حق باشند و حکم نمایند مردم با این کتاب عدل انصاف. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه.